سفر جان تو سرتراش خودروک شدی. سفر جان راست میگوید تو باید کایها جای منو میگیری. خیلی نگوید شما را همه دوست میدارد. یادداری من به اهل دیها چی وعده داده بودم اگر از تو سرتراش براید؟ موی لبتون میتراشه. تراش. مردم مارشن خدا برآورده است. خدا ما باشن تا در خواهی خالت ها. السلام علیکم. خیلی روشن نگاه کنید. ساد نگاه کنید. حاضر. مولای برای ساد نگاه کن. باز گمشا نشود. سلام امکی. امکی او دفعه بزرگتون خودشون بخشلوک همسایه مهمونی رفته بودن. لخیه را بس کن. اوخی از چشماشون معلوم که بزرگتون زیخ شدن. ای لخی او چشمای بزی من کجا فهمیدی که او زیخ یا خرسن؟ ای امکی شما بزرگتون نمیدونسته ای. لخی گره بس که پای کار شو. ترا بیهوده همین سفری هوایی نمیگرد. مرا نگاه کن. سفر جون بیا شین چای نوش. نه خاله جون دیر شد. مولا هیچ کجا نمیروند بچم. بیا شین چای نوش. هیچ کجا نمیروند؟ او هفته گذشته روزی دراز بسکاوی ما از خاطرت فراموش شد. امکی سفر جونه خاله جون باقا نرو صدق رو بی. لیمبو بیا تیتر بزنیم که این سرتراش بسیار چشم بد دارد. با بزرگمون را چشم نکند. کجاشونه چشم میکنه؟ پوست و استخوانشونه. یک گپه کم کن تیز را بگرد. سلام علیکم اکای گدار. سلام استاد. نیست امروز کارمان برار نمیگیره. فهمیدی؟ سلام علیکم استاد. دیگه سرتراشی نامدین؟ البته میایم و چه بدم بیاییم. این بوزاتون این قهوشوانه در نظرتم تفتگیست. اینا وقتا خر رو برکه باورک. این چی کار نمیاد. اکای استاد شما بوزاتون با پودا برآورده. و کینکای ترا انتظارم. نه که اگر یگان تشبه استرشکه کدی میکشم. فقط یک بورک موهاشون پس کردم. در کجا خی سرتراشی رو یاد گیرم؟ شما من رو یاد نمیدهید؟ میبخشی جان. این کار استعداد طلب میکنه. رفتیم همه ما رو انتظار هستی؟ رفتیم. امروز هوا اینقدر عجایب است. بلا زنایی سرتراشه همه مال مردم چشم میکنند. امکی این قدر بوی من نکنین کی رو چشم کرده است؟ چی؟ تو باور نمیکنی؟ خیال بکنی که این سری ما همه خیل بود. این باهای سر خوبه معاملش نغزه سری ما خورد. بیا خوبش همین سری من خیل بتراش.
مایلی اما کی؟ لكن لا نفهمها نه ها اکای ریزو سلام وعليكم السلام کنی از بالا بین که مالای مردم جمع شده است یا نه؟ نه با فکرم مولهای رئیس در بینشون نیست رحمت اما که خشمو رفتن گیرید من مالهای رئیس رو میارم ايه ها مایلش خوب اما که ايه رئيس كشدي موتم بابو بشوا سیتورا او سیتورا سلام سفر سلام سیتورا یگان کار داشتیم با سری گوسفنده اومدم گوسفندا رو بر وقت خدای کردیم ای راست میگویی خیلی مال سفر ای سیتورا یک دم بست با چی؟ من ریمبو رو رقص یاد دادم بشخی؟ اوه میبینی ماله یک لحظه بیا ریمبو سر میکنی لبی جو تر نشود ریمبو رقص ریمبو لبی جو تو چی فراموش کردی بیا رقص کنه ریمبو ستاره چخیلی سلام ای چی بود؟ سفر سگ شرقص داده است سفر سگیو سگ سفره ستاره نمیدونی وای در دروغگویی استخوان نداره رفتیم ریمبو رفتیم رئیس تلفنش فراموش کرده پدر فقط باید یک چیز فراموش کنند باز میگم ای تو شرم نمیداری ها؟ من در پیش همه شرمنده کردی با خاطر من یا رقص میکردی چی میشد ها؟ من در پیش سیتورا دروغگو برآوردی نه من توی هیچ نفهمیدم چیزی که تو خواهی من نه نمیگویم نه که تو به خاطر ما یا رقص نکردی ها؟ خیمه الف خفه نشو فقط تو من رو میفهمی من در اینجا گوسفندبانی میکنم نیکی کی میدونه از دستی من چی کارو میآید سیتوره بین دختری رئیسم گفته نظرش منه نمیگیره نشید شهر میروم سرتروشی یاد میگیرم تئاتر میروم روز گفتی ممکن خودم اکتور میشوم چی فکر داری ریمبو؟ تو که از پشت پودا میدوم ایها بوی سفید روز میگفت است چشمی بدی سرتراش هوارم گرفت
مردک زنده ای؟ ای بچه بدور شو ریمبو نگاه کن با کسی سخت مونند است زنده است تندور چروغک زده است چی؟ روز گفتی آب دادن در کار بیس یک دم بیس ریمبو ریمبو بیافتم أكاي سفار يا أكاي سفار خزت شقاف شود أكاي سفار Où suis-je? Mais qui es-tu? سفر؟ ای بروتوت کو؟ تندری چیروغک سوزوندای چه همتون باور کردین؟ نغمه بازی داره نه بیچاره بچه‌می خاله جان آیا شور نمیشوه کو؟ خاله جان Où suis-je? Mais qui êtes-vous? Hein? ای وسواسی شیدای یاد دارین؟ سال گذشته شویره سیوه زده بود یه توخوز یه خشتومش نمیشوسا روی هردش در گو ها نه رفته رئیس آوردن در کار بیرو برو یگان کار نمیکنیم شورشیده Bonjour. ای وای چی کار کردی؟ سفر همین اشنا میرسی پلانی خوجگی موندگی پلانی کشت و کار موندگی سفر با تو چی ملوزه؟ سفر Monsieur,
Dites-moi ce qui se passe. Je ne comprends rien. Je me souviens vraiment plus de rien. هیچ چیز نمیفهمی؟ نمیسیگم میزنه چی بلو؟ این سهر همش درس بود. با همه سطراش رو برا شدم دیدم گواهی داد که یکم بلایی یکم کاری میشم. سفر باز چیکار کردی؟ آخر من چند مرتبه به تو نصیحت کردم. خون دانش آموز، درس گریزی نکن. تو چیکار کردی؟ همش از بیادابی سر بشود. باز چیکار کردی؟ این کارات دیگر بالاست. سهر این چراغک زدگی لفظش رو کم کرده است. نمیسیگه بزنه چه بلو؟ انیق نمیسی بگم مورو دیگر نمیشناسم. سیتارا دخترم کنی ترجمه کن؟ Safar, was ist denn los mit dir? Excusez-moi, mademoiselle. Je ne comprends pas l'allemand. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Où suis-je? Dada John, آخرین فرانسوزی که میزند. چه؟ فرانسوزی؟ بچه تو را چوکده نمیشناسی ما را؟ Excusez-moi, les gars. ما همسایتانه. ای بچه ها همه تو نشینخته. روی کینا تمام شد. دست روی میگویم. دستر تو با کجا؟ کنی به خونه درا؟ Je ne comprends pas, madame. مادام؟ یه من مادام به تو نشان میدهم. کنی خونه درا خونه. حالی هم ایستاده. روی سفر جون با یادت آمد؟ Qu'est-ce que vous dites? ای خدا حالی هم با خود نامدی؟ Pardon, madame? شین گذر شین میگم. Excusez-moi? شین میگم بیا. سفر جونی فهمیدم که تو زیغ شدی. خواستی مردم حیرون کنی. خندت زن همه باور کرد. نقص کردی که برو توتم تراشیدی. من که ها گفته بودم که به تو نمیزیبد. لیکن انا این لیبوسوی از کجا گرفتی؟ نه ترس راستش گو. باز دزدیدگی نباشی. Madame, je comprends que vous voulez me demander quelque chose. Mais moi, je ne comprends rien. Je ne sais même pas quelle langue vous parlez. Il me semble que je deviens fou. J'ai mal à la tête. Je ne comprends rien. سرت در کرده. حاضر من رفته دارو می بیارم.
بالا زنه این گدای شلقینه فقط بچه ایمده می چسبه. همکسان محترم، کشفیات گوشناشنید ما تصورات علم معاصر درباره انسان را تماما دیگر می‌کند. مبارکتان می‌کنم. این جوان خوب ما را به آشکار کردن اسرار مغز سر انسان تماما نزدیک کرد. و شما موفق. که اگه کاری کده هوا زوب شود هم علیم توی زور میشود که هوای گنده خوب میشود و آدم گنده خوب نمیشود. سفر بوبوف که در یک از دیه‌های کوهستان زندگی میکرد بعد از زیر رد و برق ماندن زبان مادریش رو پورا فراموش کرده با زبان فرانسوی گپ میزدگی شده. در یک لحظه با زبان ای گوشم بریدی. این دنیا را ببینم درباره همین دیوانه در تلویزیون گپ زدیست یا نه؟ مالی؟ بریدم. اینجا تاجیکستان نه؟ بگو进去，进去。 مامان
报告连长，我们今日抓住一名越境者，法国人，现在人关押在拘留室，这是他的随身携带物品及证件。好吧，行，资料先放我这儿，我看一下。连长再见。好，法国人怎么在这儿？喂，拘留室吗？这个法国人怎么回事？什么？太累了，说不出来话。好吧，行，那我知道了。خیرت گبنه سفر جون خاطرات رو هم برمیگردونیم بله زبانت رو هم آهسته یاد میگیریم لیکن آوازه قشلاق ما در تمام کشورمون پخش شد به خاطر این کس انا گفت در تمام دنیا ما رو هم میبینن و هم بشنون راست اپا چشمانش هم خمکت خیره شده لیکن هیچ گم نیه همش نرد میشود با نزد دکتر بوده نه عینک نوشته دید زیگ نشود همش زیگ نشود ای تاجیکی daha o توجیکی گپ زدی در لازم نیستی مونندی من 5 سال در تاجیکستان کار کردم های خواب بکن法国人，你出来。久了，快乐多了。我看了你的所有证件，你的一切都正常。你真的不可思议，来到中国，驾着你的自己的气球，你可以下次你的旅行了。OK， 这是所有的证件。Monsieur Jean, excusez-nous pour ces problèmes. Nous espérons que vous avez récupéré votre voix. Nous avons rempli le ballon avec du gaz comme compensation. Bon voyage. 这个人是个挺可怜的人，从小没有了父母，跟着奶奶长大。前不久呢，奶奶也去世了。后来，他谈了个女朋友，女朋友还跟别人跑了。再后来，他卖了自己的房屋，买了个气球，周游世界，寻找自己的幸福。
باش من میشویم. انا آش تیار شد. Merci beaucoup. گیر بچم. خور. Pouvez-vous me donner une fourchette, s'il vous plaît? چای. Oui. حاضر می بیارم. Merci. گیر خور. خور. انا اخی. چی؟ نمیخوره. السلام علیکم. Bonjour. آشکاری را فراموش کرده. چی گفته؟ آزیاش بتو. نگاه کنو. یاد بگیر. اینقدر با من ماننده است. فقط که برود ندارد. های همین چه شد که همین ترا چراغ زد؟ اگر مرا مسخره نمیکردی به این بلا گرفتار نمیشدی. هرچ گبه با خود میایی. این زنی الکتریکی ما بسیار زرک جنجالی. از دستش همه کار میآید. سفر شما ترسیدگی ای. سری وقت خونوندن در کور. نترسی همسویه. رو افتادن نشوی. همش خوب میشوه. شوی مرا یا دوری چی خیل بود؟ سازش کردم. سفرم زیاد میکنیم. خای زیر نشا. ما حال بسیار چیزای دیگر را در خاطرت بیارم. ها؟ باشه. Au revoir, monsieur. Oh, bonjour mon ami. اگه سفر یکون چیز به یادتون نامد. فراموش کردی که چقدر ما بزرگ سرتراش را کل کردیم. این تاتمک رو تو کردی یاد داری؟ خیلی زیگ نشو به یادت میآید. نگاه کن پدرم عایشه برای من چی آورد.
C'est pour moi? ها اینو با تو آوردم زیگ نشوی. Merci, mon ami. Jean, chérie, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Tu dois me comprendre. Moi, je veux seulement que tu sois heureux, c'est tout. Il arrive, il arrive. اخیران که اینجا ده؟ ما پایجا. سلام علیکم. سلام. ایوی استرس. بیا نه پایجا بشینی. بشینی. سلام علیکم. ایقا آدم بسیاره. زوره چی؟ پیش وقتی حضرت ملیسا بود. گاهی کار میکرد. بسیار گاهی سختگیر بود. شب و روز در راه چخ بود. یگان کسا روی خود تیر نمیکرد. حتی چند بار آتش جریمه کردگی بود. یک شب در پست دیژورنی بود. همین گاهی شب بود. محتوب پر بود. پاشا پر نمیزد. یکی میبینه که یک تانکوچه‌ای یک ماشینی سبز اومده ایستاده است. میدمه و ماشینی سرخ من میکنه. میبینه که شریارش نیست. سرشم درون میدرونه. بازارش هم نیست. پوچوی میریسته یخ میکنه. همین اولاده کدومی پشتش تپ تپ میکنه. ملیسا قفاشو نگاه میکنه که موسفید چشمش سبز سرخ طرف گی میگه که پروات قطی ردرد بته. 3 روز زنکی گی میگیره. 4 روز ده میخیزه و همین فولبین بشوه. ما اپا این هر روز همی جایم. شما بدرین بعد شما ما میدرم. توبه چی کروی نمیشوم. خیز رحمت دودر جون. خیز معده‌تان مریض است. شما باشد باد دارید. یک روز بیایم با تانم خدمه برارم. ما برای سفر اومدیم. سفر تندری چیروغک زد. بعدی همو یگون کسا نمیشناختگی شد. انا زبانی مادریش هم گم کرده.
با زبان خارجی گپ میزند. حاضر سفر در پیش ما نیست. رفتارش هم رنگی سفر نیست. خوراخریش هم دیگر شده است. حتی دیگر خیلی خواب می رود. نفس کشیشم دیگر ای. معلوم جین یارش شده است. جین؟ خب دیگر علاج نداریم. مرامد اینجا خواب کنید، حاضر جیناش دفن میکنیم. سفر جون خوب رو. Madame, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? دروز کش. خواب رو حاضر جین کپود. I'm sorry. برا گفتم برا. برا گفتم برا. ای جین برا. یک تا دیگرش مونده است. برا گفتم برا. برا. جینوش دیده است به فکرم. لباسای از کجا گرفته باشم؟ سلام سفر. Bonjour. سلام خاله جان. سلام دخترم. سفر یاردمچی شما شده است چی؟ خودم هم حیرانم. گویا که عوضش کرده باشم. دادام گفت که به سفر یاردم کنم که زبانش را به یاد بیارد. لغتم خرید است. اما این چشم تکرار کن. چشم. Bon, mademoiselle, vous êtes vraiment très jolie. نه درست. مرسی. Les yeux. Oui, les yeux. چشم. چشم. میشد است گفت؟ ای سفر بس کن ما را فریب نمیکنی. این قبالو بدای چی کارایی نکرده که دلی دختر رئیسه یابی؟ روید از اینجا به تربیه ها.
سفر بلبلوف با حادثه گوشنشانی خود ده خود را در سراسر عالم مشهور کرد. حتی عالمان طب با این گونه حادثه نادر باری نخست است که دچار میشوند. حالا ما از دیرکتور مکتبی که سفر بلبلوف تحصیل کرده بود کمی معلومات میگیریم. مرحمت استاد. من درباره سفرجان همین را گفتنی هستم که سفرجان نه تنها افتخار مکتب ما بلکه افتخار دهه ما است. سفرجان همیشه با بهای اعلا میخواند در مکتب و وی زبان انگلیسی، زبان نمیسی، زبان فرانسوزی را میخواست آموزد. اما افسوس که در مکتب ما انمیخیل معلمان نبودند. با همه این نگاه نکرده سفرجان امروز با زبان فرانسوزی آزاد گپ میزند. سلامت باشید استاد. سلامت باشید. تمام رفتیم. Извините, по-английски не понимаем. Вы русский говорите? Мама нет, я да. Хорошо. Вы русский? Не, я Италия. دلم گواهی میدهد که این سفری من نیست. میگویی که عوضش کردم. با این فولبین چی گپ‌هایی نگفت؟ شما پیش فولبین رفتید. خاله جان، شما اینقدر ساده بودید؟ زیق نشوید. همش خوب می شود. سفر همه چیز را باز به یاد می بیارد. السلام علیکم. سفر کو؟ رئیس مکتب برد. ژورنالیست ها اومدن. در کدو؟ ما گپ داشتم. همسایه یک گپ کن. در گازیت خوندم که از دیگه سیاره ها اینلا اومده آدمای ما را دزدی کرده میبرده است. وقتی برگشتنشون همه چی را فراموش میکردیم. اینمی سفری بار هم با گماناییت علش کرده گیان. وای مکی؟ با گماناییت خلاص آوره. ابی هیچی را نمیداریده. Он думал, я испугалась. Но я не испугалась. Я вот так киш-киш. Atake mehman kelipti İtalya'dan. Səyahətçi. Италия. Мой паспорт посмотрите. Hoş gelirsiniz. Beyman, hoş gelirsiniz. Спасибо. Да чирали балагана. Это я. Я. А это мой дом.
В Италии. А это моя тетя. Таджикский. А это кто? Это моя сестра. А жены нету? Не. Пока нету. سلام صفا. Bonjour. تو مرا حضرم نشناختی؟ نه؟ سفر جان همون سیمته؟ سیما ها انا مو سیمته ها گیته انا بیا ها انا انا حاضر بیا درست انا سفر ای سفر تو چیکار کردی سفر جون ای بچه چیکار کردی سفر نه تازونی بچه سفر Je me souviens. ترسوندی که سفر ترسوندی Je m'appelle Jean. Je suis français. Я узнала это место. Это Эйфелевна башня. По телевизору показывали. Да, башня. Париж. Да, Париж. Мой дом. Но Париж во Франции, а сказали из Италии. Во Франции? Да, во Франции. Да. Во Франции? Молодец! Я тебя проверка делал. Сразу видно, он хорошо учит. Правильно, во Франции. Шоқ жигит ekan o'xshaydi. Чай можно? Çay iç balam, çay iç. Çay iç. Ey mardum! این سفر نبوده است. این فرانسوز است. Ay kıcı فهمیدی؟ یک زن. شوی من da کجای؟ میگوید که نام ژان از فرانسه آمده است. در خرابه چی گپ شد؟ Monsieur, je m'appelle Jean. Je suis français, monsieur. Je suis venu ici, en montgolfière. En montgolfière. میگوید که اینجا Attendez, regardez. Montgolfière. میگوید که با بالون هوایی اینجا آمده است. در جایهای با بالون هوایی نیست. اگر نبود مردم میدید. راست میگی؟ خیلی این پرواز ندارد. او زمین کشیده شد. او بالون به آدم نمیپره تو. پس بالون کجا شد؟ نه اینجا یک گنگت دیگر است. خیریت کی باهوش اومد ایستاده است. شما فراموش کردید که این سفر در نیرنگ بازی استخوان ندارد. Vous m'avez compris? Jean! Pourquoi vous partez? Je vous dis la vérité. Madame, attendez, vous me croyez? Hein? Attendez, mais je vous le jure, c'est la vérité. Citora, vous au moins vous me croyez? Oui. Aynen. Hoş gelipsin sen. Hoş gelipsin. У него скоро будет маленький барашка.
Tiyat kuda знаешь? Oy, italyanlar qiyinsinar. O qo'ylarning to'ragonidan beri bilasizlar, o. Aynan. Xo'sh kelibsiz sen. Xo'sh kelibsiz. Aynan aynan. Спасибо. Я вернусь. Хорошо? Обязательно. И тебе на шарику покатаю. Мали? Честно? Обещаю. رفیقان عزیز، همدیاران مهربان، ما میفخریم که امروز از شهر دوشنبه هیکل تراش نامی همراه شاگردشان مهمان ما شد. رفیقان عزیز، با جشن 100 سالگی شاعری عزیز و محبوب ما رجب کو وقتی کم مونده است، لیکن تا حال نیم پیکرش تیار نیست. رفیقان رئیس خیلی او خدا رحمتی یگان صورت باقی نمونده، چقدر هیکلش میتراشی؟ انا برای همین همه شما رو من به اینجا دعوت کردم که یک جایه در این باره فکر کنیم. رفیقان درست. اگر از اولادش یگان کس مونده باشد، از روی اون کس ما میتونیم نیم پیکر رو تراش ببخشید، از طرف اوچش یا اوتش؟ از طرف موموش هم میشود. لیکن در بین شما از اولاد همون رحمتی یگان کس هست؟ هست رئیس بابا، من نبیره زنی امکی انمی شاعری بزرگ هستم. تصور کن این خیلی هیکل در مکتب چی خیلی بیسته. برادران بید از پیران سالا پرسیم که شکل همون انسان چه خیلی بود؟ همه عالمه بود که خیلی دراز خوشرو بود. پیشی راست ویساکی؟ راست ویساکی میگن که چپرگوش بود. اوشی باشی لپاو بخی. یک سگ زور داشت که گرگا اوی میگریختم. و سگ با چی دخل دارم؟ بینی کلان خوشرو داشت. ناس دلینی. یا آواز داشت که باره خرک بکشید سگا ایجکیدن میموندن. نه اتا دیلنیت هستیم. من هم انمی خیلی خرق میکشم. اتا توجه. دندانای سفید داشته. موهاش بسیار جوز بوده. اما شدیدو کل بود؟ На и картин вырисовывается. Согласен, коллега. سفر؟ بیکار مانده. او ای پای و مولاش زنده کرد. و مال مردم به صحیح ماند. گدا؟ او بچه من کجا میبری؟ او هیچی در یادش نیست. همین کار که کرد نینش در جاش میاد. سگش کجا رفته باشه؟ رمبو! 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 بیا کتی سفر میروی مولبونی میکنی.
چی بلا زده است توی؟ بیا نگو مخی. کجا رفتستی؟ چه جا رفتستی؟ این سومکه را کجا گرفتی؟ در کاری مردم بلا ها؟ فقط به پول ملی سویتش رو سوز میکنی. تو که به پول کار میکنی ها؟ روزی در روز شاپر بگه پشت میگردونه خواه میروه. کلت کفای رو اینا. خلا دیدی که خانه را سوز که یک سوشت کار نمیکنه. فهمیدی؟ روزی در روز در خدمت مردم های فایدهش نکی؟ کنی خونه درو؟ ما دیگه خونه برو آمدن تا نبینم. کجا سراسی بایی؟ او رسیدیم. بیست. بیا. خای. ما رفتم. در یادش هیچ چیز نیست. هیچ چیز در یادش نیست. ما. بیا ما. بیا ما. برنگش کن. پادابانی اساسی خودت بشوی. مالای مرا نزدیک آورده. او گم نشود. اخ خالت آوره. بله. Toi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tout le monde ici pense que je suis ton maître. Tu sais, c'est pas de ma faute hein, si je suis arrivé là. J'y suis pour rien. Hein. Dis-moi mon ami, il est où mon ballon? Pourquoi tu me réponds pas? Rembo, tu veux être mon ami? Rembo. Rembo. چخیلی باسی تو را گویم که من دیگری رو دوست داشتم. سخت گریه میکردگیست. زورا میکردگیست. سفر مرا نپرتو. از دیگر طرف خودش گناهگار من رو پیشن نمیکرد. افسوس که ریم با اینجا نیست. کیف کرده استخوان میخورد. Salut. Salut. خالات برای تو آبخوت روی کرده است. Merci. C'est pour moi? Oh, merci mademoiselle. Ça sent bon. خالات دستش بمزن. این کتاب ژول ورن. Oh, Jules Verne? C'est mon écrivain préféré. Sans ces histoires, j'aurais jamais fait mon voyage en ballon. نفهمیدم. Regarde, je vais te montrer. Là, voilà, regarde. Moi, ballon,
tout là-haut. سفری ما نباشد کجا شد؟ Désolé, mademoiselle, je ne comprends pas. Quand la mémoire m'est revenue, j'étais heureux. Et je voulais rentrer chez moi le plus vite possible. Mais maintenant, je ne veux plus. اینبی این بچه از خودی فرانسیا پریده آمده است. در اینجا چی گم کرده باشد؟ اکنون چه خیلی به خونه برگردم. بچه اینجا کجا است؟ خیریته؟ تاجیکستان وطنم. نه مکی اینجا بدخشان افغانستانه. سلام برادر، خوبی؟ بفرمایید مهمان، خوش آمدید. مرحمت. سوی وطن میگردی؟ کمی سیاحت کردم، بس است. خونه رو یاد کردم. خوبه، باکی نیست. تاجیکستان پشتی ها همین کوهی بلند است. راست؟ راست. پدر جان برو بیرون. چی میگی؟ تفنگ‌ها خانه ما میاین. از پشت مهمان کاغذهای او را یافتن. باکی نیست، بسیار خوب که یافتن. او مهمان دروغگو، مهمان تاجیک نیست. او فرانسوی است. با ما تاجیکی حرف زد. یه بچه میمان چی شد؟
леки шумо гузаронде. Тоҷикистон. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، این روز خرسندی را ما دیر باز منتظر بودیم و نهایت به این روزی مبارک رسیدیم. امروز جشن بزرگی شاعر و حافظ نامی دیار ما رجب کوب قید کرده می شود. دوستان عزیز، دوستان عزیز، اینک سخن به دیرکتوری مکتب داده می شود. السلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. سلام. سفر بو از همین قشلاق هست؟ ها، از همین قشلاق تینجی بود؟ تینجی. پس حالا در کجاست؟ ها نه، در بین ادمون کرتای زرد دارد کو؟ ها نمون. چی بود؟ باز دروغ. ما چی دروغ گفتیم؟ شما نه. کنی برای ریدش؟ این کس رو میشناسید؟ نامش کیست؟ نامش سفر؟ نباشد وای کیست؟ دوتاری رجبی کوب. آیم سفر بلبل. بلبل. Oh monsieur, en fait, on se ressemble beaucoup. این راست میگفته است که در بالون پرید آمده است. اینش هم در باره کیم کدام بالون گپ میزند؟ اوخی من راست گفتم. حجت شما در کجاست؟ پاسپورت. Ballon à air chaud. Il était dans la nacelle. این بالون لعنتی خودش در کجاست؟ بالون دیگه نیست. ای گران کردید. من هیچ نفهمیدم. برای دین شما خم کنید. در این روزی دست شما خلاصی هم نیست. Не могли бы вы для наших радиослушателей, для наших коллег процитировать некоторые строки, наиболее полюбившиеся вам, из произведений великого поэта? کبگی چمنم هنوز در زیر قفس، ای بیخبران در یک نفس. گر بر فلکم دست بودی. راستی گپ شاعر از دهه ما بسیار بربخت رفت و دیگر برنگشت. صد افسوس که خانه شاعر سیل زد و اشعارش را رنگ سفاری مو کو؟
شناس شوید خاله سفر ساتان بونژور دوستان عزیز من خیلی شدم که هم سفر و هم جان یافت شدم افسوس که جان با فرانسه میرود شما مبادا با ما یگان گفتنی ندارید Oui, monsieur. Je peux? Mes amis. Ici, j'ai rencontré des gens, même des proches, et je ne veux vraiment pas les perdre. من شدم که در اینجا آدمای نزدیک خود را پیدا کردم و هیچگاه آن را از دست دادنی نیستم. Rola est devenu très proche, et sans ces plats délicieux, je ne pourrais pas vivre. خودم با من آنقدر نزدیک شدن که نمیدونم آینده به او چه زندگی میکنن. چای اینجا بیو چخیل مادامونا کی؟ Je remercie Amaki qui m'a beaucoup appris et ne m'a pas laissé le temps de m'ennuyer. با بابایم تشکر میگم که بسیار چیزها را به من آموخت و من وقتم را بیهوده نگذرانیدم. Je suis aussi reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Jamais je ne l'oublierai. تشکر برای نیکی کرده‌تان. من هرگز فراموش نمی‌کنم. تشکر. این کرایی نداره نه؟ من شما را من همه شما را دوست می‌دارم. Oh merci. À toi. من همه شما رو بسیار یاد کردم از راستی باور کنید ما هم تو رو یاد کردیم در وقتی نبودن تو حتی یگان بوس هم گم نشد زیق نشوید اکنون من در همین جا کو سفر نکن کو او تو همین وقتا در کجا بودی؟ اگر نقل کنم حیران میشوید انا سفر خودمانه نو شناختم انا کازم واهیمه را سر میکنم در دروغگویی استخوان ندارم سفر ما افسانه‌های تو رو یاد کردیم اکای سفیر انا همین باقی میوه‌داره بابای مشنوندگی C'est une larve de mon... ای جان کجا سارسمایی آخر این هوای تازه قشلاق بین یک دو روز دیگر میستودی آخر بعد میرفتی ها؟ J'aimerais tellement rester, mais... Attendez. Regardez. Voilà. بلیت یک دکه من حوزه انا این باقه خود ما بود کردگی T'as fait par lui-même. ببخشید ما میتونیم بلیت عوض کنیم Ah, pardon, est-ce qu'on peut changer le billet? Pas de problème. Ah, m'étonne. تشکر زیاد. سلامت باشید. باز بیاید. مرحبا. Внимание! Продолжается регистрация на рейс 510 Душанбе, Париж. ای سحری یک دهم گپ نگفتم زیقند چی قرسندی؟ لادند جمع که آدم چی میگن؟ جان جان درهای خانه ما یک عمر برای تو گشاده است راهی سفید
تیزتر برگرد بچه. خی گودبای auf Wiedersehen. خالتو بره. Ой! На пасаран! Внимание пассажирам, опаздывающим на рейс 4624 Душанбе-Бишкек. Просьба срочно пройти к месту регистрации. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту самолета Boeing 757-200, выполняющего рейс 4624 по маршруту Душанбе-Бишкек. Время в полете 1 час 20 минут. Кыргызстан командировка едете? К невесте. Это хорошо, конечно. مسافر محترم شما چی می‌نوشید؟ چای و قهوه؟ Bonne chance, mon ami. ایستا. اوی شرم نمیداری که ازش آری منک مصر هم نمیدانی. Jamais je ne serai volé un ballon. فهمیدم سفر سبزقلا به جون. السلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوبین شما؟ سفر بلبل و عمیق شراق است؟ بله. چی میخنده؟ Jamais je ne vais... Блин. Ну и картина вырисовывается. Фигня получается. خاله این مردم نبود است این فرانسوز من نبیره دختری زنی عمه انا همون شوی Jamais je ne serai volé un ballon. Jamais je ne serai volé un ballon. Тишина, Машма. Шари افتاده. بزای من را چقدر تراشیدی؟ یادت هسته؟ Monsieur, non. Jamais je ne serai volé un ballon. Jamais je ne serai volé un ballon. А что, мы прекратили? Нет, просто у меня рука затекает вот так. Говорите. Простите, пожалуйста.